سلام دوستان، خوش اومدید به کانال ما. با اولین ویدیوی بررسی ایرانی ساعت جدید هوشمند شیائومی به اسم ردمی واچ 5 لایت. خب بریم یه آنباکسی با هم انجام بدیم، یه بررسی هم در واقع برای این ساعت انجام بدیم. خب خود ساعت فعلا میذاریم کنار. روی جعبه‌ش هم چیز خاصی نیست که حالا خورده یه سری توضیحاتی به زبان انگلیسی و چینی راجع به شرکت سازندش، آدرس کارخونه و اینا رو بهش اشاره کرده. چیز خاصی رو جعبه نداریم. عرض کنم خدمتتون که این ساعت خیلی تولیدش جدید هست و داخل ایران در واقع فعلا وارد نشده و ما مستقیم این رو در واقع از چین سفارش دادیم. قیمتش هم در حال حاضر حدود در واقع $50 هست که حالا با دلار ایران در واقع بخوایم حساب کنیم یه چیزی حدود در واقع 3.5-4 تومن در میاد. خب بریم سراغ باکس، ببینیم که داخل باکس چه چیزی هست. این که خود ساعت هست، دفترچه راهنماشه که حالا به زبان انگلیسی و چینی و چندین تا زبانی دیگه در واقع اشاره کرده که حالا معمولا هم کسی نمیخونه چون. خب دیگه ببینیم چی داریم. اینجا کابل شارژش هست که به صورت مگنتی هست دیگه، این سایر ساعت‌های هوشمند دیگه که تو بازار هست. دیگه محتوای خاصی فکر نمی‌کنم تو جعبه باشه. خب بریم سراغ اصل ساعت ببینیم که چی هست. خب اینجا یه برچسبی داره، اینو بذاریم کنار. خب اول یه در واقع طراحی و ظاهرش رو یه بررسی بکنیم. خب این نحوه در واقع بسته شدن بند رو دیدی که یه حالت در واقع مثل سایر ساعت هاست و یه در واقع لاک شدنی هم دوباره مرحله دومی هم داره که در واقع ساعت کامل تو دست صفر باشه که در حین انجام ورزش در واقع دقیق حساب کنن سنسورها. این هم پشت ساعت هست که حالا محل قرار گرفتن سنسورها، سنسور در واقع ضربان قلب، اکسیژن خون و حالا در واقع بقیه سنسورهایی که داره رو حالا بعد از روشن شدن دستگاه با هم بررسی می‌کنیم. خب بریم یه روشنش کنیم. خب ما در واقع راه اندازی‌های اولیه ساعت رو انجام دادیم و اینکه دیگه وقت ویدیو گرفته نشه در واقع کانکت شدنش با گوشی و این مراحل اولیه رو ما انجام دادیم. خب میتونیم برای ساعت در واقع یک قفل یا پینی هم در واقع بذاریم. خب ما حالا این در واقع پین رو باز کردیم. این در واقع صفحه اصلی ساعت هست. مجددا گفت میشه چون تا موقعی که داخل دست نباشه خود ساعت تشخیص میده که در واقع اینو گفت میکنه، ولی وقتی که شما به داخل دستتون این ساعت رو ببندین، بله وقتی که ساعت رو ببندین دیگه خودش اتومات این قفل، این پینی که در واقع گذاشتیم رو ساعت خودش برداشته میشه، ولی به محض اینکه در واقع ساعت رو باز کنیم دوباره این پین اتومات فعال میشه که کسی در واقع دسترسی به صفحه ساعت شما نداشته باشه. خب این در واقع صفحه اول ساعت هست که در واقع طراحیش رو هم مشخصه، یه طراحی تقریبا گردی رو داریم و صفحه نمایش امولد هست. روشناییش هم حتی اکثر فکر میکنم تا 650 نیت باشه و این هم در واقع یه سری ویجت در واقع آماده داخل خود ساعت هست که حالا اینا قابلیت شخصی سازی داره. این درجه در واقع آب و هوا که حالا ما اینجا حالا تنظیم کردیم، لوکیشن قزوین کاملا مشخصه که حالا برای روزهای بعد رو میتونیم نگاه کنیم. اینجا هم برای در واقع پیمایش خواب هست که حالا اینا رو با جزئیات داخل خود برنامه در واقع موبایل ساعت میتونیم در واقع اینا رو ببینیم، جزئیات بیشتر. اینجا هم البته خب یه سری دیتیل داره که چقدر خواب در واقع سنگین بوده، عمیق بوده، چه مقدارش خواب سبک بوده. اینا رو کامل تا در واقع 7 روز رو داخل ساعت میتونید نگاه کنید
ولی خب برای دقیق تر بودن دیتا ها میتونیم که در واقع به موبایل مراجعه کنیم. خب در واقع یه سری ویجت آماده دیگه هم داخل این ساعت هست که اینا همشون قابلیت شخصی سازی دارن. یعنی شما میتونید روش نگه دارین، این در واقع لیاتش رو تغییر بدین به صورت 2 تایی باشه، 3 تایی باشه، 4 تایی باشه و هر کدوم از اینها در واقع چی رو بهتون نشون بدن. میخواید ضربان قلب دسترسی سریع داشته باشید، میخواید آب و هوا یا هر چیز دیگه رو به راحتی قابلیت در واقع شخصی سازی داره. خب حالا یه منوی ساعت هم بریم با هم ببینیم. این منوی در واقع ساعت هست که اینجا در واقع ورزش ها رو اشاره کرده، ورزش های مختلفی، فکر میکنم تا 150 ورزش رو میتونید باش ترک کنید که حالا از ورزش های آبی هم چون در واقع این ساعت گواهی ضد آب 5 اتمسفری رو داره ساپورت میکنه. بعد ورزش های مختلف ترتمیل و غیره رو شما میتونید اینجا تو قسمت مور هم باز یه شخصی سازی هایی راجع به در واقع این ورزش رو داره، ورزش های آبی و رقص و غیره میتونید اینجا همه رو مشخص کرده. دیگه چیز دیگه ای که داخل این ساعت هست این باز یه سری ورزش های دیگه است. یه سری در واقع ورزش ها هم خود ساعت به صورت اتو ترک انجام میده، یعنی به صورت اتوماتیک میتونه شناسایی کنه ورزش شما رو که این رو هم حالا باز با هم میبینیم. اینجا راجبه در واقع کالری مصرفی، تعداد قدمایی که میزنید و گام شمار ساعت هست، اینا رو اینجا در واقع یه سری دیتیلی بهتون میده که البته باز اینا رو دقیقش از رو ساعت ببینید خیلی بهتر هست، از روی موبایل ببینید خیلی بهتر هست. اینجا ضربان قلب، در واقع اکسیژن خون و این هم یه قسمتی داره تحت عنوان ویتالیتی. در واقع این مجموع اون ورزش هایی که شما در واقع انجام میدید و براتون تا 7 روزش رو در واقع حساب میکنه که اون مجموع کاری که شما انجام دادید رو میتونید از این قسمت بررسی کنید. این هم که در واقع برای خواب هست. این در واقع استرس در واقع سنج ساعت هست، میتونه مثلا اون فشار رو خب این هم در واقع بخشه، پس استرس هم خارج میشیم. بعد بخش های دیگه یه دونه برای بحث تنفس هست که حالا راهنمای خیلی ساده داره و اندازه‌گیری انجام میده. بعد آب و هوا هست و تقویم هست که به صورت کامل اینجا روزا رو دارید و میتونید حتی ماهای دیگر رو باش به راحتی مشاهده کنید. خب بخش دیگهش اینجا در واقع یه سری ایونت هاییه که شما طی روز میخواید انجام بدید، میتونید از طریق موبایل اینها رو در واقع وارد کنید و داخل ساعت نشون میده. یه بخش جالبی هم که اضافه شده بخش تسک هست، یعنی یه سری شما کارهای روزمره‌تون رو از طریق موبایل به ساعت میشناسونید و اینجا کارهایی که انجام دادید رو میتونید تیک بزنید، میره تو قسمت کامپلیت. اون کارهایی هم که انجام ندادید تو قسمت نات کامپلیت در واقع بهتون نشون میده. بخش دیگه هم یه سری در واقع کانتکت های موبایله که به راحتی میتونید بهش اضافه کنید و اینجا هم که میتونید تماس بگیرید، حتی شماره گیر هم داره خیلی راحت. و این ساعت کامل در واقع از مکالمه و ساپورت در واقع به خاطر اینکه در واقع اسپیکر داره و هم میکروفون داره رو کار مکالمه رو به راحتی میتونید باش انجام بدید و کیفیت تقریبا خوبی هم داره. این هم در واقع بخش کنترل آهنگ هست که از روی در واقع ساعت میتونید آهنگ قبلی بعدی پاز کردن، پلی کردن و کم و زیاد کردن صدا رو باش انجام بدید و در واقع گرفتن عکس با در واقع ساعت میتونید انجام بدید که حالا الان ما چون ساعت در واقع به گوشی وصل نیست به ما نشون نمیده. یه قسمت در واقع میتونید برای در واقع آلارم تنظیم کنید که حالا هر ساعتی خواستید مثلا بیدار شید هم زنگ داره هم ویبره که هر دوتا حالت رو داره این ساعت. بخش بعدی اینجا در واقع فوکس مود هست. شما مثلا میخواید یه کاری رو بهش متمرکز شید، مثلا 20 دقیقه هیچ در واقع زنگ خوردن یا هیچ در واقع نوتیفیکیشنی روی ساعت به شما نشون نده و یه کاری متمرکز بخواید انجام بدید، اینا میتونید بهش تایم بدید و در واقع به راحتی میتونید از این قسمت هم استفاده کنید. این قسمت هم در واقع کرونومترشه، به نوعی کرونومترشه که میتونید باش در واقع اندازه‌گیری رو انجام بدید.
این هم باز یه سری تایمر داره که میتونید مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یا هر تایم خواستید باش تنظیم کنید. و این قسمت هم بخش ساعت‌های جهانی هست. شما میتونید ساعت در واقع شهرها و کشورهای خارجی رو به راحتی در اینجا اضافه کنید و ببینید. و این هم در واقع برای پیدا کردن موبایلتون هست که به راحتی میتونید از این قسمت هم استفاده کنید. این هم چراغ قوه هست که 2 حالت داره، این حالت جدید بهش اضافه شده و در زمان تاریکی میتونید ازش استفاده کنید. این هم قسمت در واقع ستینگ هست که حالا یه سری شخصی سازی های در واقع اولیه برای ساعت هست. این در واقع بخش اوتو دیتک بود که قبلش بهتون اشاره کردم، یه سری ورزش ها رو ساپورت میکنه. خب دیگر بخشایی که داخل در واقع این ستینگ هم داریم، یه دونه در واقع گذاشتن پین هست که اول ویدیو هم بهش اشاره کردیم و در واقع نایت مود هست که میتونید یه ساعتی رو مشخص کنید و در واقع نور گوشی در اون تایم در واقع کمتر میشه، نور ساعت، و در واقع یه سری شخصی سازی های این چنینی رو داخل ستینگ میتونید در واقع انجام بدید. اما میرسیم به نکات اصلی و دیگه ای راجع به این ساعت. یکی از این نکات اصلی این ساعت اینه که جی پی اس داخلی داره و ورزش‌ها شما رو به صورت دقیق میتونه ترک کنه و دیگه شما حتی برای ورزش کردن نیازی نیست که در واقع موبایل رو ببرید، میتونید از جی پی اس داخلی این ساعت استفاده کنید. نکته دیگه ای که هست اینه که این ساعت در واقع حافظه داخلیش محدود هست و فقط جهت اضافه کردن واچ فیس ها میتونید کار انجام بدید که تا 6 تا واچ فیس رو میتونید روش داشته باشید. اما بحث دیگه ای که از بحث باتری ساعت هست. باتری این ساعت طبق ادعای کارخونه تا 18 روز رو ساپورت میکنه، ولی خب فکر میکنم که حالا با توجه به چیزهایی که در واقع ساعت‌های قبلی مشاهده کردیم، حدود 10 روز رو این ساعت با روشن بودن سنسورها میتونه بهتون بده. بعد کاملا محتوا زیر نور خورشید قابل در واقع مشاهده هست و دیگه بخش‌های در واقع اصلیش رو فکر میکنم که با هم بررسیش رو انجام دادیم. و این ساعت خودش قابلیت در واقع پخش موزیک رو هم نداره، یعنی صدای در واقع اسپیکرش رو برای قسمت موسیقی نمیتونید استفاده کنید، فقط جهت مکالمه میتونید ازش استفاده کنید. بعد یه جنبندی کلی اینه که این ساعت با توجه به قیمتی که داره میتونیم بگیم که ساعت کاملا ارزنده هست، چون قبلا در واقع سال گذشته ردمی واچ 4 رو در واقع این شرکت شیائومی عرضه کرد و قیمتش حدود فکر میکنم $90 بود، ولی این ساعت با داشتن تقریبا تمامی همه اون امکانات بهتون با قیمت خیلی پایینتر همه اون امکانات رو در اختیارتون قرار میده. توی این بازه قیمتی فکر میکنم تو حدود در واقع همین 3.5-4 ساعت دیگه ای که حالا شاید مثلا ارزنده باشه، ساعت گلوریمی در واقع M2 مکس، حالا فکر میکنم نسخه LTD یا لیمیتید ادیشنش همین قیمت ها رو داشته باشه که اون رو هم ما توی در واقع استودیو داریم. اگر خواستید که ما یه در واقع بررسی جدا میتونیم انجام بدیم و کاملا مقایسه کنیم این دوتا ساعت رو با هم و ببینیم که در واقع کدومشون ارزنده تر هستن. تا ویدیوهای بعدی در واقع شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.